الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. به درس 13 رسیدیم. کتابایتان باز بکنین. در درس 13 اصل سوم هست شناختن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا عالم میگه که الاصل الثالث، اصل سومی چی هست؟ معرفت نبیکم محمد صلی الله علیه و سلم. در اصول ثلاثه اصل اول شناختن معرفت الله بود، دومش معرفت دین اسلام، شناختن دین اسلام بود، و اصل سومش معرفت نبیکم، شناختن پیامبرتان هست که او محمد صلی الله علیه و سلم هست. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما معرفی میکنه. معرفی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نامش محمد بود صلی الله علیه و سلم، فرزند عبدالله بود، فرزند عبدالمطلب، یعنی پدرکلان رسول الله صلی الله علیه و عبدالمطلب نام داشت، و عبدالمطلب فرزند هاشم بود و هاشم از قریش بود و قریش از جمله عرب هستند و عرب از ذریه اسماعیل ابن ابراهیم خلیل علیه السلام هستند، بالای ابراهیم علیه السلام، و بر پیغمبر ما چه افضل الصلاة و السلام. این معرفی رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر بود؟ وله من العمر 63 سنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم 63 سال عمر داشتند. 63 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر داشتند. منها 40 قبل النبوت، 40 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از پیغمبری و نبوت که بالایشان وحی آمده بود سپری کردند. و 23 نبیا رسولا، 23 سال دیگه من حیث نبی و رسول بود. نبیون به اقرأ، وقتی که برش گفته شد در آیت قرآن که اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، از این ثابت شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی الله هست. الله برش خطاب کرد که بخوان. و ارسل بالمدثر، وقتی که سوره مدثر نازل شد که یا ایها المدثر قم بخیز فانذر، پس معلوم شد که این رسول الله هست که باید رساله الله را برای دیگران بیان بکنه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم نظر به اقرأ بسم ربک الذی خلق نبی هست، و به دلیل یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، و این اساس رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله بود. خب زادگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم در کجا بود؟ و بلده مکه، زادگاهش مکه مکرمه هست. خب دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ میگه بعثه الله، ایره الله سبحانه و تعالی مبعوثش کرده بود بالنذارت و عن الشرک و یدعو الی التوحید. ایره الله سبحانه و تعالی مبعوث کرده بود که مردم بترسانه از چی؟ از شرک. اگر در شرک باشین یا در شرک بیارین، در ذات الله شرک بیارین، یا در صفاتش، یا در افعالش، یا در عبادتش، یا در احکام و اطاعتش، و یا هم در چی؟ در نامهایش، پس از هیچ چیزها اینا را گفت که دوزخ مستحق میشین. پس اینجا 6 قسم شرک است که از این رسول الله صلی الله علیه و ترسانده: شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال، شرک فی الاحکام، شرک فی العبادات و شرک فی الاسماء. در این 6 چیز باید شرک نداشته باشیم. خب دلیل از این چی هسته؟ دلیل و یدعو الی التوحید، و دعوت میکرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم اول از شرک تخلیه میکرد که از شرک دوری بکنین، بعد از اینا رو تحلیه میکرد که شما باید با زیور چی زیبا شوین؟ با زیور توحید. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده بود برای اینکه مردم از شرک دور بسازن و اینا را موحد واقعی که عقیده توحید داشته باشن. دلیلش چی هست؟ یا ایها المدثر، الله متعال برش میگه که یا ایها المدثر. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی بالایش وحی آمد، باز این میره
امو خدا در جامعه میپوشان از که جبریل امین که وقتی در آغوش خود شما در سیرت خواندین که میگیره بسیار میترسیده باشه و بالاخره رسول الله در خانه خود میوه امو کمپل یا لحاف یا چیزی که بود در روی خود میگیره. یا آیت قرآن نازل میشه که یا ایها المدثر، ای کسی که تو امو جامعه خدا به سر خود کشیدی یا قدیفه تست یا لحاف تست یا کمپل تست زیر ازی خدا پوشاندی، قم برخیز. اینه فانذر، پس مردم را بترسان، و ربک فکبر، و پروردگارت به بزرگی یاد بکن، و ثیابک فطهر، و لباسهایت پاک بساز، و رجز فهجر، از هر چیزی کثافت دوری بکن، ولا تمنن تستکثر، و بالای کسی منت گذاری نکو، بلکه به خاطر رضایت الله کارایت بکن، و لربک فاصبر، و به پروردگارت صبر بکن. و اینجا بازی عالم میگه که و معنا قم فانذر، معنای قم فانذر چی هست؟ یا ایها المدثر قم بخیز، فانذر میگه ینذر عن الشرک و یدعو الی التوحید، یعنی مردم از شرک میترسانه و دعوت میکنه به توحید. و ربک فکبر، معنای ربک فکبر چی معنی؟ عظمه بالتوحید، یعنی الله سبحانه و تعالی را به عظمت یاد بکن با توحید. و معنای و ثیابک فطهر چی است؟ میگه طهر اعمالک من الشرک، اینمی قسم که لباسات از کثافت پاک نگه میداری، اینمی قسم اعمالت از شرک چی کن؟ پاک نگاه کو. و رجز فهجر چی معنی؟ میگه رجز که از معنای رجز اصنام هست، بتها هست، و هجرت ازی چی هست که ازی تو فهجر گفته ازی بتها هجرت کو، دوری کن، یعنی ترکها و اهلها، میگه هم این بتها را ترک بکن و همی اهلش که بت پرستا هست اینا را ترک بکن. و البراءة منها و اهلها، و از بتها بت پرستی ازی هم براءت داشته باش، و از اهل از اینا یعنی از بت پرستا از اینا هم دوری داشته باش. پس این معنای هزیره میگم. اخذ علی هذا، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ میگه 10 سنین 10 سال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت میکرد به توحید، یعنی 10 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت میکنه به توحید، به توحید، به توحید، به توحید. 10 سال عقیده توحید برای صحابه تعلیم میده، 10 سال کامل. بعد از این چی میشه؟ 10 سال یا بعد از 10 ساله چی میشه؟ میگه بعد از اون میگه معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه، و بعد العشر، و بعد از 10 سال عرج الی السماء، رسول الله صلی الله علیه و سلم به بالا کرده شد، به معراج برده شد به طرف آسمان، و فرضت علیه الصلوات الخمس، میگه بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم فرض شد نمازهای 5گانه. و صلی فی مکه 3 سنین، 3 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم همین نماز 5 وقتی که سرش فرض شده بود، این 3 سال از این در کجا ادا کرد نماز خود؟ در مکه مکرمه. بعد از این بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از سال 13 سال که در مکه بود چی شد؟ میگه بعد از این فرضیت هجرت آمد، و بعدها امر بالهجرت فی المدینه، میگه امر شد به هجرت که هجرت بکنه به کجا؟ به مدینه. هجرت چی است؟ هجرت تعریف میکنه، میگه هجرت چی است؟ الانتقال من بلد الشرک الى بلد الاسلام. هجرتی است که انسان از کشوری که مشرکین هستن از چی کنه؟ از این انتقال بکنه بیاید در جایی که اونجا مسلمان ها هست، امرای مسلمان ها زندگی بکنه. حکم هجرت چی هست؟ میگه والهجرت فریضه علی هذه الامه، میگه هجرت فرض از بالای از امت اسلام، من بلد الشرک، از سرزمینی که اونجا سرزمین مشرکین هست، الی بلد الاسلام، و جایی که او بلد اسلام است، دار اسلام است، مرکز مسلمان ها هست. و هی باقیه الی ان تقوم الساعه، میگه امی هجرت حکمش باقی است تا روز قیامت. دلیل هجرت میگه چی هست که شما گفتین که این فرض هست؟ میگه در قرآن عظیم شان دلیلش آمده هست که این قول الله متعال است، ان الذين توفاهم الملائکه، یقینا کسایی که ملائکه ها اینا را روحشان قبض میکنن، ظالمی انفسهم، امین مردم در نفسای خود ظلم کردن. قالوا فیما کنتم، میگه شما در چه حالتی بودین؟
سوال دیگه ملائکه با بسیار سختی روح از اینا را قبض میکنه. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، میگه ما در مملکت کافرها زندگی میکردیم، ضعیف بودیم دیگه، واسه توان نداشتیم. قالوا، باز میگه ملائکه برشان میگه الم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین الله واسع نبود؟ فتهاجروا فیها، که شما هجرت میکنین در جایی که اونجا مسلمان ها هستن. فاولئک، میگه اینی مردم ها که هست مأواهم جهنم، نعوذ بالله نعوذ بالله، میگه مأوا جایگاه از اینا جهنم هست. و ساعت مسیرا، بسیار بدجای است. به خاطر که هجرت نکردن مستحق چی شدن؟ مستحق جهنم شدن. خب الله متعال میگه الا المستضعفین، مگر واقعا کسایی که بسیار ضعیف باشه و ناتوان باشه، من الرجال، مردهای پیرمرد باشن یا نساء یا خانمهای پیرزن باشن که توانایی هجرت ندارن، والولدان، و یا کسانی که مثلا طفلای هستن که اینا لا یستطیعون حیلة ولا یهتدون سبیلا، نه اوتو حیلی دارن که به او شکل خود از پیش از کافرها بکشن و نه هم راه را بلد هستن. اینه باز اینا از این عذاب چی هستن؟ فاولئک عسى الله ان یعفو عنهم، از اینا امید هست که الله سبحانه و تعالی اینا را عفو بکنه. و کان الله عفوا غفورا، الله عفو کننده و مغفرت کننده هست. و قوله تعالی، و دیگه این آیت شریف هست که یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه، ای مؤمنان، ای بنده های مؤمن من، ان ارضی واسعه، سرزمین ما، زمین ما واسع هست، فایای فاعبدون، پس مرا به یگانگی عبادت بکنین. ایره علامه بغوی رحمه الله میگه سبب نزول امی آیت چی هست؟ میگه این سبب نزول آیت در فی المسلمین الذین، در مورد او مسلمان است که اونا فی مکه، در مکه بودن او وقت، لم یهاجروا، یعنی در مکه مسلمان شده بودن، اینا هجرت نکرده بودن. ناداهم الله باسم الایمان، الله سبحانه تعالی بر اینا با اسم ایمان گفت که یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایای فاعبدون. خب و دلیل هجرت در احادیث چی است؟ میگه دلیل هجرت در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، و الدلیل علی الهجرة من السنه قوله صلی الله علیه و سلم، ای قول رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگه که لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبه، میگه هجرت قطع نمیشه تا زمانی که توبه قطع نشده باشه. ولا تنقطع التوبه حتی تطلع الشمس من مغربها، و توبه تا وقتی قطع نمیشه که تا که آفتاب از مغرب طلوع بکنه، یعنی وقتی قیامت میشه آفتاب از مغرب طلوع میکنه، اونجا باز توبه هم به درد کس نمیخوره و هجرت هم تا اون وقت ادامه داره، تا یعنی تا روز قیامت. معنیش است که تا روز قیامت این هجرت ادامه داره. فلما استقر فی المدینه، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مستقر شد در مدینه منوره، امر به بقیت شرائع الاسلام، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم و باقی مانده شریعت های اسلام چی شد؟ امر شد. مثل زکات باز در مدینه منوره سرش فرض شد، زکات و صوم روزه و الحج و حج و الاذان اذان و الجهاد و جهاد و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، دیگه امر بالمعروف و نهی منکر و غیر ذلك من شرائع الاسلام. میگه دیگه شریعت های اسلام کلش در کجا نازل شد؟ در مدینه منوره. اخذ على هذا 10 سنین، میگه اینمی 10 سال در مدینه منوره، این 10 سال گرفت که در مدینه منوره ای احکام اسلام، زکات و روزه و حج و اذان و جهاد و امر بالمعروف، بقیه احکام اسلام در اینجا نازل شد. خب وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ میگه و توفی صلوات الله و سلامه علیه و دینه باق. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از 63 سالگی وفات کرد، لکن دینش باقی هست. دین رسول الله صلی الله علیه و سلم تا روز قیامت باقی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.